نوشتی قسمتم، از ملک توران تاجیکم، زاده مشرق زمین، از خاک ختلان تاجیکم. السلام علیکم همزبان و هموطنان عزیز. درود و سرود به اهل تاجیکستان عزیزم. شاید اون دردی که در آهنگ باشد از همین مسافری تا مسافر نشوی مسلمان نمیشوی میگن، انا همین بود. وطن دوستی، این وطنی که این سرزمینی که امروز من تماشا کرده ایستادم، من یک عمر آرزو میکردم همین 40 دختران را فقط از در تلویزیون دیده آرزو میکردم که یگان روز نصیب کند که من زیارت کنم و با چشم خود بینم. امروز در آغوش همین طبیعت جان جان تاجیکستان عزیزم استادیم. گلشن نیست همچو تو دیگر در این روی زمین، شکر نامت میکنم در هر سری خانم توی. همچو کوها سربلند بودی و باشی تا ابد، سود و ختلان و بدخشان آل سامانم توی. آنه من کو گشتو سنگی خارا بسترم، قله ها گهواریم تفلی کوهستان تاجیکم. این زیبایی ببینید، این زیبایی همه جا سبز. همین منظره ها که پروردگار برای ما آفریده است، شما شکرانه میکنیم همچنین شما که پروردگار ما را. تکلیف آمد که حجت ها تدو، من در حیرت بودم که من گفتم برای چی، خبر بعد میفهمید. بعد دارم عنوان شایسته تاجیکستان، هنر پیشه شایسته تاجیکستان تقدیم کردن. من سر تا آسمان و منت دارم. سرزمین بایسون هم سرزمین تاجیکا هستند، مکتب های تاجیکی هست، محفل های تاجیکی هست در اونجا. مثلا خدا بخشد منه در یک توی، در توی تماشای مردم حتی سرود تاجیکم تا 3 بار تا 4 بار تکرار به تکرار گوش میکنن. این از آن در آن اشاره دارد که مردم در دل و در زبان و در دل زبان تاجیکی، ادبیات و صنعت تاجیکی را دایم و پزمان هستند و دوست می‌دارند. از دوستداری است. مکتب‌های صنف‌های مکتب‌های تاجیکی در بایسون، محفل‌های تاجیکی، پروژه‌های انسامبل تاجیکی داریم. حتی من در همون انسامبل همچون آوازخوان و مکتب سیاست داریم. انمی سرزمین در قشلاق احمد عبداللایف، پروفسور اکادمیک احمد عبداللایف قشلاقشان، انمون مکتب نیست تاجیکی نیست ازبکی، لیکن انسامبل دسته گروه دسته تاجیکی آوازخوانشان منمو منی موی سفید و دخترچکای جوان بچه های جوان انسامبلی تاجیکی داریم. سعدی و سیدا کلالی غزل خان تاجیکم، زاده مشرق زمین، از خاک ختلان تاجیکم.